یکی از بازیافت‌های نادری که در اکسپوزیسیون آثارخانه ملی به نمایش گذاشته شده است، این ظرف آبگیری با نوشتجات بختری میباشد. آن از بازیافت‌های مهم تاریخی به شمار رفته اهمیت علمی سطحی جهانی دارد. در قسمت بالای بدن ظرف نوشتجات با زبان قدیمی بختری نوشته شده است که در شکل پوره و حالت خوب باقی مانده است. کتیبه مذکور از جانب خط‌شناسان مشهور جهان سیمس ویلیامز و جو کریپ خوانده و ترجمه کرده شد که در آنجا چنین نوشتجات است: این آبکوزه خانم سکین می باشد. مواد مذکور برای آموزش زبان باختری و مقام آن در زمان دولت‌داری کوشانیان اهمیت کلان علمی دارد. بازیافت مذکور سال 2025 از جانب کارمندان آثارخانه ملی هنگام حفلات‌های باستانشناسی در یادگاری حلقجر به دست آمده منسوب عصرهای 2 میلادی می باشد. برای دیدن و از نزدیک شناس شدن با این یادگاری تاریخی مرحمت به آثارخانه ملی.